فکر کنم الان شاید برای جواب دادن به این میذاره جوونم. شاید مثلا زمان بگذره و احساس کنم که باید کار خاصی کنم، ولی الان دارم دنبالش میگردم. خیلی بیشتر مواجه شدم با این حقیقت که وجود داره واقعا مردن. واقعا فکر کردم قبلا نمیفهممش، نه مثلا واقعا برام مهمه. فکر بودم که خب میمیرن آدم دیگه. میمیرن و منم خیلی نمیدونم چه اتفاقی مردن، پس بنابراین نمیتونم بهش بپردازم. ولی بعدا فهمیدم که چقدر تو کارهای قبلیم هم وجود داشته. الانم چجوری فهمیدی؟ مثلا یه سری داستانایی نوشته بودم که همه توشون میمردن. کلا در مورد مرگ و خودکشی و آره، حتی این خودکشیه که واقعا مثلا پرداختن آگاهانه بود بهش. ولی قبل از اونم مثلا اون داستانه که قورباغه‌ها که امسال هم آوردم تو چیز کردی ازش اونا مثلا سال 99 نوشتم. مثلا تو اونم قورباغه میمیره. یا مثلا همون موقع یه دونه دیگه نوشتم که یه شاعره که شعرش از دستش میفته و شعره میمیره. من همینو خریدم ازت دیگه. یا مثلا دیدم که مثلا تو نقاشی هم انگار این هست که اون جهانی که نقاشی میکشن و مثلا یه منظره ولی هیچ مکان مشخصی نداره. فکر کنم که شاید دارم به همین فکر میکنم که مثلا دارم به یه جایی فکر میکنم که واقعا وجود نداره ولی واقعیت داره. چون مثلا کارهایی که میکنم اینطوری نیست که یه چیزی بسازم، احساس میکنم یه چیزیه که وجود داره و من دارم نگاهش میکنم، ولی حالا فرمی که میکشم فرمای واقعی نیستم. چقدر جالب، من تا اینجوری بهش نگاه نکردم. چون یه سکونی هم داره با اینکه مثلا شکل رنگات همه داره شوره میکنه و هم فرما انگار دارن شوره میکنن، ولی یه حرکتی توش هست و همه چی داره و همه چی تبدیل میشه. اصلا همین که آب انقدر توش زیاده خودش حرکت دیگه. ولی چیزایی که جدیدن دارم متوجهش میشم. یعنی قبلا خیلی فکر نمی‌کردم که چه خبره تو نقاشی ها. الان دارم یکم نگاهش میکنم. چه بامزه. من اصلا هیچ وقت طالب نقاشی اینطوری نگاه نکردم. چون هیچ وقت خودم مثلا نقاش نمیدونم و بیشتر اینطوریم که من طراحی میکنم تا نقاشی. بعد اطرافیانم که نقاشی میکنن میبینم که مثلا تو اینجوری باهاش درگیر میشی، یا مثلا یکی دیگه مثلا یاسمنم میبینم یه سری درگیریای خیلی جالبی با نقاشی داره، توییتاشو میخونم. یا مثلا نیکو هم حتی میبینم توی انگار فضای ذهنیش مثلا در و دیوار فضای ذهنیشو داره نقاشی میکنه. ولی واسه من اینجوری نیست. واسه من تو یه لحظه‌ایه که اتفاق میفته من همونو میکشم و بعد دیگه میره. خیلی آنیه. بعد اینکه مثلا تو درگیر میشه چه صدایی میاد حالا تو این فضا، چه نوری داره، چه مثلا بعضی از نقاشی‌هام برای خودم صدا دارن. نمیتونم دقیقاً تصورش کنم ولی احساس میکنم یک صدایی توش هست. یه سریاشون طوری نیست. بعد خیلی برام جالبه که بدونم آدم میفهمن اینو یا نه. مثلا حس میکنن یه صدایی اونجا هست. انقدر براشون واضحه.
یه مثلا هم الان با نقاشی همینه که خودم رو مثلا تصور میکنم که چقدر برای دیدن نقاشی وقت میذارم، میبینم که واقعا کمه. حالا من که این کارو میکنم آره واقعا زیاد جلوی یه کاری وای نمیستم که نگاهش کنم، انگار که مثلا این که خیلی کلیشه‌ایه ولی مثلا این که هی اسکرول میکنیم و همش داریم تصویر میبینیم باعث میشه که توی تصویر نریم، همطوری از سطحش رد میشیم. بعد فکر میکنم که شاید مشکل از تصویریه که الان داریم میسازیم، یعنی تصویر این ویژگیو نداره که وایسیم نگاش کنیم. بعد فکر میکنم که خب اصلا چرا باید نقاشی کنیم اگه کسی نگاش نمیکنه. و اینو میدونم آدمایی که مدیومای دیگه کار میکنن هم خیلی درگیرشن، مثلا کسی که مینویسه اینجوری که خب من چرا باید بنویسم وقتی کسی نمیخونه. آره اون که دیگه خیلی به نظرم شدیدتره واقعا، الان که کی مثلا میخونه مخصوصا داستانایی که مثلا آدما توی ایران دارن مینویسن، مثلا همه دارن داستایفسکی میخونن. مثلا همه منتظرن که تایید شه اون متنه، مطمئن باشن که ارزش خوندن داره و بخونن. چون قبلا انگار اینطوری بود که خودشون میرفتن دنبال چیزی که براشون جالبه کشفش میکردن. الان ولی اینطوری نیست دیگه. یه مدت مثلا فکر می‌کردم که اصلا نقاشی یعنی چی، حداقل برای خودم یعنی چی، بعد هیچ جوابی براش نداشتم. یعنی بهش که فکر می‌کردم اینطوری نبود که یک ایده ثابتی باشه، همیشه یه کاری بوده که می‌کردم. و خب این نمیدونم به نظرم تاثیر میذاره رو این که خب تو دیگه کارم نمی‌بینی چون برات معنی نداره دیگه. ولی این که گفتی که کدوم استادا رو تاثیر گذاشتن، استادام نه ولی همون موقع که شروع کردم بیشتر کار کردن یه سری نقاشا خیلی رو اثر گذاشتن. یکیشون لوی بورژوا بود، نقاش نیست اصلا، در واقع مجسمه ساز. آره یه سری طراحی داشت که من اصلا اونا رو دیدم و اینجوشم که و به خیلی لحظه درخشانیه، اون لحظه‌ای که ارتباط برقرار می‌کنیم با کار یکی. در واقع یه ویدیویی دیدم که داره همون طراحی‌ها رو میکنه با مرکب و داشت حرف میزد. نه دیدیش یا مثلا پیرزن اینجوری مثلا لاته کاملا و داشت میگفتش که حرفی که داشت اونجا میزد اینجوری محتواش این بود که وقتی داری کار میکنی نمیدونی که اون کار چیه، وقتی که تموم میشه میگه که منظورم این بود. و مثلا اینو وقتی از اون آدمی که پیره این همه سال کار کرده شدن میگم که پس امکانش وجود داره من خول نبودم که نمیدونم دارم چی کار میکنم. من خول نبودم عالیه.